مثلا اینکه خوشت میاد انگار احساس گناه و احساس حقارت رو با خودت حمل کنی. خجالت بکش. خالقت، مالکت، پدید آورندت داره میگه بسیار 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 خدمتت ارادت دارم. چرا باور نمی کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. عرض بهترین سلام ها و درود و تحیات خدمت دوستان جان. سید محمد ارشیانفر هستم. خیلی خوشحالم و متشکرم از خداوند که این توفیق رو نصیب من کرد که دوباره با یک مبحث عالی، جذاب و کاربردی در خدمت دوستان عزیزم باشم. آیه هست در کتاب قرآن مجید که می‌فرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خداوند نسبت به تمام مردم بسیار بسیار مهربان است. لرؤوف رحیم در ادبیات عرب اون لامش لام تأکیده و کلمه رحیم بعد از رؤوف چون مترادفن این معنای سادش این میشه: خداوند نسبت به تمام مردم بسیار 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 مهربان است. ما از کنار این آیات به سادگی عبور میکنیم چون اینقدر متاسفانه به عناوین مختلف عزت نفس ما و حس ارزشمندی ما رو کاهش دادن که الان اگر خالق تمام جهان بیاد به ما بگه من نسبت به شخص حضرت عالی بسیار 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 ارادت دارم، ما پشتمون رو نگاه میکنیم میگیم که مطمئنید اشتباه نگرفتی؟ منظورتون بنده هستم؟ بعد دوباره خداوند میگه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. من نسبت به شخص حضرت عالی که اگر جزو ناس باشی تازه بسیار 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 ارادت دارم. اونایی که توی ادبیات عربی یه مقدار سررشته دارن میدونن هر جایی که خداوند میگه ناس با اون جایی که میگه یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین اتقوا معناش چی؟ فرقش چیه؟ ناس به کسی گفته میشه که میخوره زمین، مثل بچه‌هایی که هنوز راه رفتن و یاد نگرفتن به صورت کامل، دوباره بلند میشه، میخوره زمین بلند میشه، خطا میکنه برمیگرده، خطا میکنه توبه میکنه، خطا میکنه پشیمون میشه، خطا میکنه حالش بد میشه. یعنی دائم تو جاده رفت و برگشت درست و خطاست. خطا میکنه دوره کار درست میکنه، دوره خطا میکنه دوره کار درست میکنه. یعنی هنوز ثبات شخصیتی پیدا نکرده. به این در ادبیات قرآن میگن ناس. خداوند با این فرمایش بسیار زیبا میگه ببین دخترم، پسرم، اجازه بده یه حقیقتی رو برات بگم که اگر باورش کنی خیلی خیلی زندگی رنگ و بوی جدیدی میگیره و اونم اینه که من خالق جهان هستی که حد و مرز قلمرو من اصلا در اندازه عقل و درک تو نمی گنجه، بسیار 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 خدمت تو ارادت دارم. و اگر یه جایی هم صحبت جهنم و امثال اون رو کردم، اونجا منظورم محل پاک شدن توست. دیدی بعضی وقتا ما اینقدر کثیف میشیم، ما بچه بودیم اینجوری بودیم، یعنی یه جایی میرفتیم یه بازیایی میکردیم اینقدر اون بازیه توش کثیف کاری داشت
می اومدیم به 5 دقیقه و 10 دقیقه مامانم راضی نمیشد که ما از حمام بیایم بیرون. میدونست اون میزان کثیفی در حد 5 دقیقه نیست. ما بعد حداقل نیم ساعت تو حمام اونجا میموندیم. تا بازم میخواستیم بیایم بیرون مادرم میومد دم در چک میکرد. یه استانداردهایی داشت که خدا انشالله به سر بنی بشری نیاد. من از حمام رنجش گرفتم دیگه بعد از اون. خدا من میگه ببین تو یه بازیایی کردی که دیگه باید یه حمام داغ بری ها. اگرم جایی باید صحبت از جهنم میکنم، جهنم من هم شامل رحمت واسعه منه. ان رحمتی وسعت کل شیء. حقیقتی در هستی وجود نداره که اون برند رحمت من اونجا حضور نداشته باشه، اون برچسب رحمت من روش نخورده باشه، حتی جهنم. عرض کردم ما قرآن و کتاب آسمانی رو اینجوری نمیخونیم، خیلی سرسری و خیلی همینجوری میخونیم برای ثواب و تلاوت و از کنارش رد میشیم، در صورتی که این کتاب اسراره. باید با حس خوب، حال خوب، شور، وجد، طلب، آتش، اشتیاق بری به سمت این کتاب تا متوجهش بشی، ببین چجوری خداوند داره با تو صحبت میکنه. میگه اگرم من صحبت این جهنم و اینا رو با تو میکنم، اونم رحمت منه، فکر نکن اون رحمت نیست. میگم منم از اون حماما من خوشم نمیومد، به خاطر اون آب داغ و اون فضای بخاره داخل حمام و اون اصلا تایمشو خیلی طولانی بود. مادرم میگفت چند تا لایه از پوستت باید برداشته بشه تا بیایی بیرون. الان ما هم از جهنم خوشمون نمیاد، ولی یه کاری میکنیم که مجبور میکنیم خلقت رو، هستی رو که ما رو محکمتر بشویه. دیدی بعضی هم میزان کثیفی بدنشون اینقدر نیست که نیاز به اینقدر کیسه کشیدن به قول قدیمی ها داشته باشه، ولی بعد از جهنم، تازه جهنمش هم چون رحمته، ان رحمتی وسعت کل شیء، بعد جهنم طرف میبینه که عجب جهنمت هم دوست دارم، جهنمت هم قشنگه. من بارها میگم خدایا اگر جهنم منو بفرستی، من برای جهنمت هم برنامه دارم. فکر نکن برای جهنم الان من برم اونجا دست و پامو گم میکنم. چون قبلا از امیرالمومنین در دعای کمیل یه هینتایی گرفتم، اون هینتا بهم گفته اگرم یه روزی بهت گفت برو جهنم، تو جهنم چیکار کن؟ برنامه چی اگر بفرستد جهنم؟ جهنم رحمت دیگه. آقای ارشیان فر برو جهنم، چشم میریم جهنم. اونجا هم شروع میکنم از خوبیای خداوند گفتن. امیرالمومنین میگه اگه منو بندازی جهنم، میرم اونجا اینقدر میشینم از خوبیات به همه میگم. آیا برنامه‌ای داری که حتی اگر قرار شد جهنم بری، جهنم خدا رو هم بتونی تبدیل به گلستان بکنی؟ کیمیا دارد که تبدیلش کند، گر که جوی خون با بد نیلش کند. انسان خلاق، انسان خلیفت الله اینقدر خلاقیت داره، اینقدر شعور داره، اینقدر کیمیاگری بلده که حتی اگر تو جهنم بندازیش، جهنم رو تبدیل به گلستان میکنه. مگر آتش برای ابراهیم گلستان نشد؟ فقط برای ابراهیم میشه؟ خداوند برای یه نفر میتونه آتش رو گلستان کنه؟ نه، یه نفر رو سمپل میکنه که بقیه بگن you can I can. برای این شد برای ما میشه، برای این شد برای منم میشه. همین آقایی که نیک بیاچیچ الان داره برنامه ریزی میکنه، گفته میخوام برم اورست. دست بهم نمیدی؟ به دنیا اومده دست نداشته دیگه، نه 2 تا دست داره نه 2 تا پا داره. دست نمیدی؟ نده. عشقت کشیده پا به من ندی؟ من بدون پا باید به دنیا میومدم؟ نده. مهم نیست. یه چیزی بهم دادی که به اندازه 100 تا دست و پا بهم کمک میکنه. چیه؟ خلاقیت بهم دادی، اراده بهم دادی، امید بهم دادی، روحیه بهم دادی.
میگن طرف روحیه‌اش چقدر خوبه. میدونی روحیه یعنی چی؟ یعنی این صفت روحیه. روحیه، میگیم روحیه‌اش خوبه، یعنی این خاصیت روحه. روح که افسرده نمیشه. روح قطعی از خداست. مگه خدا افسردگی میگیره؟ مگه خدا قرص میخوره که منم قرص بخورم؟ من به دلیل اینکه باور ندارم مجبورم این همه برم قرص مصرف کنم. وگرنه خیلی از انسان‌های بزرگ تاریخ هستن تا آخر عمرشون نیاز به هیچ قرص و دارویی پیدا نمی‌کنن. تمام بدن خودشون آلت سلف تریتمنت داره، خودش رو درمان میکنه. دست نداره، پا نداره، ولی کیمیاگره. اگر خداوند میگه من تو رو با همین حالت دوست دارم، میدونم خطا میکنی، سوتی میدی، از دست در میره، یه روز پیش ما میای، یه روز پیش ما نمیای، یه روز ما و بنده های ما رو تحویل میگیری، یه روز تحویل نمیگیری، یه روز کیفت کوکه، یه روز کیفت ناکوکه، یه روز از دنده راست بلند شدی، یه روز از دنده چپ بلند شدی. من همه اینا رو راجع به تو میدونم. خودم تو قرآن گفتم هو الله الذی خلقکم من ضعف. من اصلا خلقت تو رو میدونم چه شکلیه. همه این ضعفا رو من خودم نسبت به تو کاملا اشراف آگاهی دارم. من که دنبال بی عیب و ایراد بودن تو نیستم که الان من فکر کنم تو اگر بنده 20 باشی از فردا حمایت من خدا رو داری با خودت، دیگه رو من حساب کن. میگه نه من احتیاج به 20 ندارم عزیزم. ما 14 هم دوست داریم، 10 هم دوست داریم، 6 هم دوست داریم، 8 هم دوست داریم، 2 هم دوست داریم. ما متاسفانه چون تو سیستم مدارس قرار گرفتیم که فقط اون 20 و 18 رو می آوردن جلو، مغز ما اینجوری پروگرام شد که اگر 20 بشی جات خوبه تو هستی. نه دوست عزیزم، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. هر چی باشی میخوامت. این آیه معنیش اینه، این معنی تحت لفظی این آیه اینه. یعنی چون از خودمی. ضعیفی؟ از خودمی. 6 میزنی به قول امروزی ها، بازم از خودمی. میری برمیگردی، یقین نرسیدی، منو باور نداری، با من طرح رفاقت نمیریزی، نریز. بازم من دست سرت بر نمیدارم. منو بخوای من میخوامت، منو نخوای بازم من میخوامت. منو تحویل بگیری من تحویل میگیرمت، منو تحویل نگیری بازم من تحویل میگیرمت. خیلی این آیه زیباست. من نمیدونم چجوری ما از کنار این آیات گذشتیم و اینقدر دلسردی تونست بر ما چیره بشه. اینقدر دلسرد شدیم، اینقدر میگیم آب از سر ما که گذشت. یک عزیزی بود به من میگفت شما که آدمای خوبی هستی برای ما دعا کن، ما که دیگه روسیا مثلا والا رود که خیلی سفیده مثل این روسیا هستی. اتفاقا روسیه صورت دادم خیلی توپل و سرخ و همچین سفیده هم هستی. رود سیاه نیست. چجوری میگی روسیا یعنی چی؟ کثیف شدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم برو حمام تمیز شو. چی اینقدر سخت به خودت میگیری؟ برو حمام تمیز شو. مثلا اینکه خوشت میاد انگار احساس گناه و احساس حقارت رو با خودت حمل کنی. خجالت بکش. خالقت، مالکت، پدید آورندت داره میگه بسیار 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 خدمتت ارادت دارم. چرا باور نمی کنی؟ یکی از استادا خیلی حرف قشنگی میزد. تو ظاهرش خیلی خنده است ولی باطنش گریه داره. میگو بارها خیلی هم شیطنت ها این شکلی داره. نمیدونم الان ایران نیستن. میگو بارها تو مترو میرفتم میگفتم که آقای محترم، میگو میدم هیچ کی بر نمیگرده. گفت آقای محترم، گفت هیچ کی بر نمیگرده.
خیلی معذرت میکنم، میگفتم بیشور، 10 نفر برمیگشت. میگم اصلا هیچکی خودشو محترم نمیدونه، وقتی میگم بیشور میگم همه برمیگم، با نگاهشون میگن جانم در خدمتم. کی به ما گفت تو اینقدر کم شخصیتی، بی ارزشی؟ مدرسه اینا رو بهت گفتن به خاطر نمرهات؟ تو رو نمی آوردن پای تخته؟ یادتونه مدرسه بهت کادویی نمیداد، تعریف ازت نمیکرد؟ این کارا نمیکردم؟ پدر مادرای عزیز، میتونم ازتون یه خواهش بکنم؟ به عنوان معلم خواهش میکنم از وقتی دیگه بچه‌تون 2 سال، 1 سال و نیم، 2 سال که میشه، این جمله ها رو زیاد به فرزندتون بگین. بسیار در ساختمان عزت نفس فرزند بسیار تأثیر گذاره. بگو همه جوره برام عزیزی، کار خوب بکنی عزیزی، کار خوب نکنی عزیزی، حرفای منو گوش بدی عزیزی، حرفای منم گوش ندی بازم عزیزی. میدونم ذهنت میپره وسط، الان میگه بچه تشویق میشه به انجام دادن کارهای ناپسند، ولی اینطور نیست. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرتش اتفاقا جلوشو میگیره، نترس. و علینا للهدی، یک هدایتگر نیروی بسیار بسیار بزرگ هدایتگری بالا سرشه، تو تک تک سلول هاشه. نترس. به بچت نگو اگر این نمره رو بگیری دوست دارم. به بچت نگو اگر این ساعت بلند نشی خدا دوست نداره. این الگوی ذهنی ناسالم و غلط و بیمارگونه رو از بچگی، این احساس شرمندگی و فاصله بین بچت و خداوند رو نساز. خداوند این جمله تو رو به هیچ وقت به هیچ کدام از بندهاش نگفته. نه، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، من در هر صورتی دوست دارم. این معنای ساده شه. برای اینقدر تو آیات قرآن بخونید برای توبه کارها خداوند فرش قرمز پهن کرده، چون میدونه تو هر خطایی بکنی آخر فطرت ولت نمیکنه. هر جایی بری آخر دوباره برمیگردی اون سمت، چون اساس خلقت بر هدایته. یعنی بنای خلقت اینه که دست تو رو بگیرن. حالا این بعد بشینن برای یه نفر 2 تا نقشه بکشن، این خیلی رامتره، ژن آرامی داره. برای یه نفری مثل ما و امثال ما ژن جموشیم، باید خداوند بشینی 20 تا نقشه بکشه. بازم نقشه میکشه، کاری براش نداره. داستان حضرت یوسف رو تو قرآن نخوندی؟ نقشه کشید برای اون داداشش، گفت شما اومدی اینجا دزدی کردی ها؟ داداشه گفت بابا من دزد نیستم، به خدا من دزدی نکردم. گفتن اینها دیگه، اینو مگه شما بر نداشته بودی؟ نقشه بود، میخواست داداششو پیش خودش نگه داره. فکر کردی یوسف فقط از این نقشه ها میریزه برای دیگران؟ خداوند نمیریزه؟ خداوند نقشه کش نیست؟ نقشه میکشه، ما رو بکشه به سمت خودش. آهنربای خداوند هر لحظه مشغول جذبه. تو فکر نکنی که الان تو دیگه خیلی کثیف شدی دیگه آهنربای به تو نمیگیره. اتفاقا آهنرباهای خداوند اون کثیفا رو زودتر میگیره، اونا رو زودتر میگیره. بخون تو تاریخ، بخون تو صحنه کربلا، کیو اول صید کرد؟ امام حسین، رئیس همه گریزپاها، حر ابن یزید ریاحی، افتاد تو دام این امام رؤوف، گفت بیا، ما نمیذاریم کسی در بره. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، من از خودت بیشتر دوست دارم. بگو یه بار دیگه این جمله رو، من از خودت بیشتر تو رو دوست دارم. عجب. اینا کپی های خدان.
کپی خدا کسی است که تو رو دوست داره با هر شرایطی که داری. دوستت داره، اصلا شرط نمیذاره برای اینکه بخوای بری سمتش. آغوشش همیشه به روی همگان بازه. ولی مشکلی اینه که ما سمت اون میریم که در فرهنگ اسلام بهش میگن امام. امام یعنی لیدر، کسی که میخواد صفات خدایی رو زمین به تو نشون بده. چون خدا رو که تو نمیبینی، خدا رو کجا میتونی ببینی؟ تمام این اسما و صفات خدا رو یک جا توی آدم تو کجا میتونی پیدا کنی؟ این قابلیت فقط برای امامه. برای این میگن فرهنگ اسلام کامل ترین فرهنگه، چون خدا رو اونجا میاره روبروی چشم تو قرار میده، میشه امام. برای همینه تو نماز به تو میگه به اون نبی سلام کن، برو به این نبی سلام کن، بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب خدای من دارم با خودت صحبت میکنم، برای چی ما رو حواله دادی دوباره به نبی؟ من دارم با تو صحبت میکنم، برای چی منو دوباره فرستادی پیش نبی؟ میگه اون لیدر من در روی کره زمینه، برو ببینش که ببینی یک انسان چقدر میتونه جامع اسماء و صفات الهی بشه، چقدر تو میتونی بزرگ بشی. نگاش کن، دائم به اون نگاه کن. به کی؟ به اون امام رؤوف، امامی که آغوشش بر همگان بازه، اصلا از تو نمیپرسه که شما همون نیستی که هفته پیش داشتی فلان خطا رو میکردی، الان اومدی سمت ما؟ عرض کردم دیگه، کپی اسما و صفات خداست دیگه. اگه خدا اینو بگه امامم میگه، اصلا اهل این حرفا نیست. اون فقط اینو میگه بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازای. بیا امام ملجأ و پناهگاه توست، زیراکس خداست، تو هم زیراکس خدایی، ولی تو باور نمی کنی تا امام رو نبینی. اون یقین وقتی که تو ببینی امام رو برات حاصل میشه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، امام آشکار، چرا بره قایم بشه؟ مگه قایم موشکه؟ مگه بازی قایم موشک داریم؟ نه، من دنبال پیدا کردنشون نیستم. من اصلا باور ندارم یه آدم هایی هستن روی کره زمین که بهشون میگن امام، که معدن رأفت و رحمت الهی هستن، واسطه خیر و فیض خدا هستن. یعنی خداوند اینا رو فرستاده، گفته وظیفه شما یه چیزه، شما معدن رحمت باشید برای بندگان من، یعنی کار را انداز بچه های من باشید. خیلی عوامانه و ساده براتون بگم. اگه اینو خواستی متوجه بشی، زیارت جامع کبیره، اونجا متوجه میشی. سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. میگه من دی ان ای اینا رو جوری طراحی کردم اینا نمیتونن رحمت و مهربانی رو به نمایش نگذارن. اینا نمایشگاه دائمی رحمت من هستن. تو هم باید همینجوری بشی. فکر نکن تو قصد و غرض دیگری از خلقت توست. یه همون جوری که من بدون قید و شرط 3 مرتبه بهت گفتم بسیار 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 خدمتت ارادت دارم، امام من هم خدمت شما بسیار 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 ارادت داره. و میگه روزانه یه سری به ما بزن. کجاست امام؟ خانه امام در قلب توست.
برای همین دستشون رو میذارن رو قلبشون، میخوان وقتی سلام بدن به امام یا به عزیز بزرگی دیدی میخوان سلام بدن، دستشون رو میذارن رو قلبشون. اینجا خانه اوست. هر گونه رابطه‌ای با امام داری، من نمیدونم، مثلا رابطه ضعیف داری، رابطه قوی داری، رابطه عاشقی داری، رابطه نمیدونم متوسط معمولی داری، من نمیدونم، ولی دوست دارم در روز تولد امام رؤوف، امام مهربانی ها، بهت بگم 120 روز یه تایمی رو قرار بده برای خودت، 3 تا 40 روز، 120 روز، یه در طول روز با این لیدر خدا، با این کپی خدا، با این زیراکس خدا، با این نماینده خدا، با این جانشین خدا در طول روز حرف بزن. مدل گفتگوت هم به خودت مربوطه، فقط مهم اینه که حرف بزنی باش. راجع به کارت صحبت کن، راجع به زندگی، آیندت، آرزوات، هدفات، ترسات، نگرانیهات. خیلی ساده، کلید واژه‌اش اینجاست، خیلی ساده، خیلی عوامانه. حالا با هر کدوم امامان میبینی حست خیلی بهتره، با همون امام فرقی نمیکنه، کلهم نور واحد، همشون یکی هن. یکی با حضرت فاطمه همچین حسی داره، یکی با امام علی داره، یکی با امام حسین داره، یکی با امام رضا داره، یکی با امام زمان داره. با هر کدومشون که حس قلبیت خوبه. این تکنیک معنویه. من اصلا مذهبی صحبت نمی کنم، معنوی صحبت می کنم، چون امام مربوط به اسلام نیست. امام برای تمام مخلوقات، حتی غیر از انسان هاست. دیگه نمیخوام تو اون بحثای معنوی فلسفی برم که فلسفه امام چی و اینا، ولش کن، سنگینه. فقط انقدر ساده بهت بگم 120 روز با همون امامی که به دلت افتاده صحبت کن، حرفاتو بگو، اصلا هم دنبال نتیجه نباشه. میشه نمیشه، اتفاق میفته، ایشون میشنوه نمیشنوه، ترتیب اثر میده، اصلا ایشون کاری هست در خلقت، کاری نیست، اصلا به این چیزا هم کاری نداشته باش. این هم ذهنه. همین صحبت کن، بگو خواستیم یه سلامی عرض کنیم، یه حالی بپرسیم، با اینکه ما شما رو نمیبینیم، ولی یه قلبم به میگه که 120 روز تست کن. استارتش رو از امروز قرار بدیم. چون همین الان شما دارید جلسه رو میبینید دیگه. رأس 120 روز که چند روز مونده به پایانش، دوباره ما با هم راجع به این قضیه صحبت میکنیم. دوست دارم یه چالش 120 روزه بذاریم، چون من اساتید موفقیت من ندیدم راجع به مقام امام صحبت کنن. نمیدونم، خودشون اطلاعاتی ندارن تو این زمینه، نمیدونم داستان چیه، ولی من میخوام یه چالش را بندازیم. الذین یؤمنون بالغیب دیگه، اول قرآن میگه اینا کسایی هستن به چیزایی که نمیبینن هم اعتقاد دارن. میگه همه چیزو به دیدن خودشون ربط نمیدن، میدونن یه سری چیزا دیدنی نیست، قلب باید ببینه، چشم باطن باید ببینه. به امروزی ها میگن چشم سوم، چشم درون باید ببینه. 120 روز حرف بزن، عشق بازی کن، مشاوره بگیر. اوایلش هم اگه یه طرفه بود و هیچ چیزی به قلب دلهام نمیشد و اینا، اصلا مهم نیستا. مهم 120 روز استمراره. 120 روز این کار رو انجام بده. یه دفتر داشته باش، فقط اتفاقهای عجیبی که تو این 120 روز میفته رو یادداشت کن. من این دفتر رو ندارم خودم، ولی امشب برای اینکه با شما بیام تو این چالش، از امشب میرم یکی از دفترها برمیدارم و این رو میذارم فقط مختص همین کار. میخوام ببینم تو این 120 روز چه اتفاقهایی میفته. منم میخوام با شما بیام تو همین چالش. بعدش با هم کار داریم، چون من خیلی سال قبل دوستان عزیز تکلیفم رو با این حقیقت ها یه سره کردم. گفتم یا این چیزا وجود دارد یا وجود ندارد، سومی ندارد. یا وجود دارد
یا وجود ندارد. یا اینها واسطه های فیض و رحمت خدا هستن یا نیستن. خیلی ساده. نتیجه ای که گرفتم رو برای شما نمیتونم بگم، نبایدم بگم، چون یونیکه. شما هم شخصی باید بری نتیجه رو خودت به دست بیاری. ولی به شما پیشنهاد میکنم، شما که این همه سال خیلی کتابا رو خوندی، خیلی راه ها رو رفتی، خیلی مسائل تجربه کردی، 120 روزم اینو تجربه کن، چیزی نمیشه. 4 ماه دیگه ببین تو این 120 روز چه انرژی های عجیبی از جاهایی که تو فکرش را نمی کنی به سمت تو می آید. ببین چه ارتعاش هایی به سمتت میاد. شاید دیدی خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی متوجه حضور امام میشی، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. ما گفتیم 120 روز، یه نفر میگه 20 روز نگذشته مثلا زندگیم کن فیکون شده، روزی 2 دقیقه هم بیشتر وقت نمیذارم. 2 دقیقه. صبح که بیدار میشی به اون حقیقتی که چشمات نمیبینش ولی قلبت گواهی حضورش را میدهد سلام کن. سلام اسم خداست. سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار. سلام کن، بگو بر امام مهربانی ها سلام. قشنگ اون روز تا شب نگاه کن، نگاه میکنی میبینی ارتعاش مهربانی داره از سمتش میاد. ارتعاش مهربانی. تو گفتی سلام بر امام مهربانی، السلام علیک یا امام الرؤوف. قشنگ میبینی خودت هم داری رؤوف میشی. شما هی به نور نگاه کنی چی میشی؟ خودت نور میشی. به یه صورت زیبا هی زل بزنی چی میشی؟ خودت هم زیبا میشی. قشنگ رنگ میگیری، قشنگ هویت میگیری. این لایو امشب برای کساییه که دوست دارن این چالش رو 120 روز تو زندگیشون انجام بدن تا تکلیفشون با یه سری از حقایق ناشناخته مشخص بشه. تو مدارس و اینا این چالش ها رو برای ما به راه ننداختن. شاید اگه تو نوجوانیمون هم بود، ما تو نوجوانیمون تکلیفمون مشخص میشد که آیا یه انسانهایی هستن که خدای نما هستن یا نیستن. همه آدم مثل ما؟ نه، یه آدم‌هایی شاید باشن از ما لولشون خیلی بالاتر و مأموریتشون هم یه چیزه، کمک کردن به ما. بگن ما رفتیم شد، شما هم بیاید میشه. برای ما شد، برای شما هم میشه. خداوند پسرخاله ما نبود، خداوند همون حسی رو به ما داشت که به شما داره. ما فقط اومدیم به شما بگیم میشه، میشه، بیایید ببینید. ما شما رو میخوایم ببریم ببینید، چون خودمون رفتیم دیدیم. الان میخوایم به شما هم بگیم بیایید یه چیزهایی هست شما هنوز ندیدینشون. یه چیز که نه، خیلی چیزها رو ما ندیدیم ولی اونها چون دیدن. مثلا توی نمایشگاه خیلی قشنگ رفتی، برمیگردی از همونجا شاید زنگ میزنی به خواهرت و داداشت و مامانت و همه رو خبردار میکنی. وای نمیدونی چی داره، نمیدونی اینجا چی داره، براتون الان فیلم گرفتم میفرستم. اینها هم رفتن دیدن که چقدر خداوند عاشق ماست، چقدر خداوند در حسرت دیدار ماست، چقدر خدا ذوق میکنه از این که ما رو داره و چقدر خداوند تمام هستیشو دوست داره به پای ما به عشق بریزه. اونها متوجه این حقیقت شدن، دوست دارن ما رو هم متوجه این حقیقت کنن.